کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه شاه منصور یک دلیل جنایت غارتگری را آشکار نمودند. غارتگاران به یک نفر ساکن شهر دوشنبه حمله کرده از او $13,000 آمریکایی و 80,000 سامانیش را تصرف کرده و جای حادثه را ترک نمودند. عهده این جنایت سیراجدین شکوری گزارش آماده کرده است. هفته سپارش‌داد در نتیجه پیشبرد یک خطر چارگانه اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه شاه منصور یک نفر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. این نفر شهروند حیدرов عبدالرسول سال تولدش 1998 ساکن کوچه نظرشریف ناحیه مذکور میباشد. ضمن پیشبرد تفتیشات پیشکی معین کرده شد که نامزد سنه 4 سپتامبر سال جاری خود را همچون فروشنده автомاشین معرفی نموده در کوچه احمد دانش ناحیه شاه منصور با شهروند خلطیف تاشمراد سال تولدش 1978 ساکن ناحیه رودکی ملاقات نموده است. خلطیف تاشمراد که میخواست از او автомاشین خریداری نماید مبلغ‌های قبلا نرخ‌گذاری شده را با خود آورده برای حساب به گمانبر شونده حیدرов عبدالرسول داده است. دستگیر شده حیدرов عبدالرسول باشد مبلغ‌های پولی را که $13,500 آمریکایی و 80,000 سامانی را تشکیل می‌دادند آشکارا تصرف نموده از جای حادثه فرار کرده است. تاشمراد در پیش بود اوج شوفر شتگی بود سوما دادن در است اینجا گفتن حساب دل شما اومدیم اینجا در ماشین شدیم بود در قسمت اخیر سوما درش میاد و فناری سیوم روشنی داشت مقصد من حساب کنم سوما رو دام حالا دام سوما را گرفتن باین دامو گرفتن. بعد از دستگیر شدن از نامورده $8,200 آمریکایی و 12,900 سامانی همچون دلیل شهید دریافت و مصادره کرده شدند. عین زمان نسبت گمانبر شونده حیدرов عبدالرسول با ماده 248 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی غارتگری پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد.